بالاخره موجانگ اسنپشات آپدیت 1.21 ماینکرافت رو انتشار داد و همینطور داخل این آپدیت کلی ماب جدید، یه استراکچر جدید، یه سلاح جدید و کلی چیزای دیگه اضافه کرده و قرار داخل این آپدیت 100 روز زنده بمونم و تمام چیزایی که موجانگ به بازی اضافه کرده رو پیدا کنم. روز اول وقتی اسپان شدم کنار یه ویلیج خراب اسپان شده بودم و خب رفتم تا این ویلیج لوت کنم، ولی لوت زیادی نداشت و همینطور فقط تونستم ازش یکم گندم بدزدم. کنار اون ویلیج یه بایوم ساوانا بود که رفتم ببینم آرمادیلو میتونم پیدا کنم و خب راستش پیدا نکردم و رفتم سراغ کندن چوب و ساخت وسایل چوبی و همینطور کندن سنگ بود و بعد از ساختن وسایل سنگی رفتم ببینم میتونم آرمادیلو پیدا کنم یا نه. بالاخره آرمادیلو هم پیدا کردم و رفتم ببینم اگه بکشیمش چی دراپ میکنه و خب چیز خاصی دراپ نکرد. گوش جمع کردم و تخت خواب ساختم و روز اولو گذروندم. روز دوم یه آرمادیلو دیگه پیدا کردم، یکم کول جمع کردم و داخل قاره اسکلت کشتم و رسیدم به یه کوه خیلی عجیب غریب که واقعا هم بزرگ بود و هم خیلی عجیب بود. بعد وقتی استخونایی که جمع کرده بودم دادم به یه سگی ولی رام نشد. دیگه وقت این بود که برای خودم یه دونه خونه داخل ساوانا بسازم، پس تا تونستم چوبای ساوانا رو جمع کردم. یک سری چیزایی پیدا کردم که از آرمادیلوها دراپ میشد و بعدش هم شروع کردم به ساخت خونه. حالا میگید که چرا داره خونه ساوانه‌ای میسازی؟ چون که آرمادیلو داخل ساوانا هست، من یکم طبع این شکلی ساختم که حالا یکم قشنگ‌تر بشه. توی روز یک سری رعد و برقای میزد، الان که اومدم اینجا دیدم که درختای بدون برگ هست که نشانه هیروبراینه. اینم از بیس اولیه‌مون که توی این کامنت از نمره 1 تا 10 بهش نمره بدید. اینم داخلش که چیز خاصی نیست، اینم بالاشه که بدک هم نشد. روز بعدش برای جمع کردن کلی چیز مثل آهن و کول و اینا رفتم به غار و یکم زامبی کشتم و شروع کردم به کندن کل آیرن. بعدش هم یکم مس جمع کردم که داخل این آپدیت یک سری بلاکو و درای مسی اومده بود که باید می ساختمشون. هرچی آیرن داشتم و گذاشتم بپزه و خب شروع کردم به ساخت وسایل آیرنی و اینم از فول آیرنی شدن و بازم داخل غار رفتم که بگردم و به یه غار بزرگ رسیدم که بعدش داخل اون غار اولین دایمند این سری هم پیدا کردم. استراکچر جدید بازی رو پیدا کردم ولی چون نمیتونستم با بریزو بجنگم مختصات اونجا رو یادداشت کردم که بعدم بیام سراغش. اینم از آخرین تیکه آرمور. برای امروز برای لوت کردن یه ویلیج رفتم و خب چند تا سگ پیدا کردم که با استخونایی که داشتم رامشون کردم و تقریبا 4 تا سگ تونستم رام کنم و اونا رو بردم به خونم. و بعد وقتی اونا رو آوردم داخل خونه، ما برای پرورش آرمادیلو نیاز داریم به اسپایدر آیز که اونا رو بتونیم برید کنیم و اسپایدر آیز از عنکبوت به دست میاد. پس اون شب رفتم و کلی عنکبوت کشتم تا بتونم اسپایدر آیز به دست بیارم. جمعاً فقط 3 تا تونستم جمع کنم و داخل اونجا یه آرمادیلو پیدا کردم و آوردم و یه جایی براشون ساختم و تقریبا 3 تا آرمادیلو اونجا آوردم و بیریدشون کردم. حالا میریم سراغ ساختن آرمور برای سگامون. پس رفتم و کلی مرغ کشتم تا بتونم براش درست کنم و از آرمادیلوها بتونم اون چیزایی که دراپ میکنن رو بگیرم. وقتی این بود که آرمورا رو دیگه درست کنم و بالاخره سگام تونستن آرموردار بشن، ولی خب چون جایی نمیبردمشون همینجوری برای قشنگی براشون ساختم. اینم از آخرین آرمورا. الان دیگه سگای من کاملا امن و امانن. در و بلاکای مسی رو دیدم و خب خیلی اینا مس مصرف میکردم و بیخیالشون شدم و حالا وقتی این بود که دیگه بریم و فول دایمندی شیم. پس بزن بریم.
و بعدش هم که تمام آرمورای دایمندیمو ساختم اونا رو پوشیدم و تونستم فول دایمندی بشم. و الان وقت این شه که بریم سراغ ندر. یه پدیده خیلی عجیب غریبم پیدا کردم. یه ویلیج دیگه هم لود کردم و قبل از اینکه باید میرفتم ندر باید خودمو یکم اینچنتی میکردم. پس این اینچنتینگ تیبل ساختم و تمام آرمورا و وسایلمو یه سری اینچنت‌های ضعیفی زدم روشون که بعداً عوضشون کنم. بعدش هم یکم ابسیدین کندم تا بتونم پورتال ندر رو بسازم. پورتال رو روشن کردم و واردش شدم تا برم به ندر و امیدوار بودم که به یه جای خیلی خوب منو اسپان کنه. وقتی منو اسپان کرد نزدیک من یه دونه بسچین بود که رفتم که اونو لوتش کنم. شروع کردم به کردن گلدا، کشتن پیگلینا و رفتم به سمت لوت اصلی بسچینه. بالاخره به لوت اصلی بسچین رسیدم، اونجا رو لوت کردم و از اون بسچین زدم بیرون. بعدش هم شروع کردم به ترید کردن با پیگلینا که بتونم اندرپل به دست بیارم. یه بسچینم پیدا کردم و رفتم برای جمع کردن بلیزراد. حالا که از ندر برگشتم میخوام پورتال ندرمو به سبک ساوانا دیزاین کنم. این هم شد از نتیجه کار. توی کامنت حتما به پورتال ندرم نمره بدید. وقتی اینه که برای آرمادیلوها یه دونه خونه بسازم و اون خونه باید با تراکوتا باشه و تراکوتا کجا پیدا میشه؟ داخل بدلند پیدا میشه. و بدلند کجا پیدا میشه؟ بعد از کلی سرچ توی اینترنت فهمیدم که فقط یه سایت هست که میتونه منو نجات بده و به سمت بدلندی که پیدا کرده بودم رفتم و بالاخره پیداش کردم و شروع کردم به کندن کلی تراکوتا، چون که قرار بود برای آرمادیلوها یه خونه خیلی قشنگ بسازم. تو رو هم یه دونه مانشف لوت کردم. توی این دایره‌ای که میبینید قراره که خونه آرمادیلوها رو بسازم. پس بزن بریم. کار لاک آرمادیلو تموم شد و الان باید یکم تکسچر بهش بدیم، آرمادیلوها رو واردش کنیم و همینطور یکم دیزاینش کنیم و سر و دم اینا براش بسازیم. پس بزن بریم. اول شروع کردم به دیزاین کردنش و تکسچر دادن. و بعدش هم شروع کردم به ساختن کلش. اوکی، من برگشتم و بیلدمون هم تمام شد و اینم شد از نتیجه کار. یکم شبیه مناطق محروم شد ولی بدک هم نیست و شبیه آرمادیلویی که داره از لاکش میاد بیرون و خودش قشنگ شد. و حتما داخل کامنت بهش نمره بدید و اگه دوست داشتید پارت بعدی رو ببینید حتما ویدیو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و تا یه ویدیوی دیگه بدرود.